الیور بست، استاد تاریخ معاصر خاورمیانه در دانشگاه منچستر، از استودیوی BBC در سالفورد با ماست. آقای بست، وقتی که از تاثیرات پایدار جنگ جهانی اول صحبت میشه، ایران شاید اولین جایی نباشه که در موردش صحبت بشه یا خیلی در موردش بدونیم. تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم جنگ جهانی اول بر ایران چه بود؟ درود بر شما خانم غلامی و درود بر بینندگان عزیز این برنامه. بله، نتیجه جنگ جهانی اول برای ایران هم خیلی مهم هست. اصلا اگر ما ایران امروز به این شکل و با این مرزها و با اون تمامیت ارضی و این استقلال داریم، در حقیقت برمیگرده به جنگ جهانی اول. چرا؟ جنگ جهانی اول هم کمتر در غرب آشنا دارن، از این آشنا هستن به این موضوع. جنگ جهانی اول هم در ایران انجام شد. اصلا ایران هم میدان جنگ می شود، این باید گفت در اول. ولی در نتیجه جنگ، بعد از جنگ تموم میشه، ایران باقی میمونه کاملا سالم و ثابت و یک دولت مستقل و تمامیت ارضی هم حفظ شد. این جالب هست چون که همینطور که من عرض کردم، جنگ در ایران انجام می شود و در اوایل جنگ هم روسیه و انگلیس هم ایران کاملا بین خودشون تقسیم می کنند و به نظر میرسه که ایران تموم میشه. و اگر ما بعد از جنگ جهانی اول این ایران را داریم، در حقیقت نتیجه سیاست خارجی این سیاستمداران قاجار هست که سیاست زرنگی ایفا کردند و یه جوری توانستند در این اوضاع جنگ ایران را حفظ بکنند و استقلال ایران و تمامیت ارضی ایران در بعد از جنگ با شرکت در کنفرانس صلح پاریس، با پیوستن به مجمع ملل، توانستند حفظ بکنند. این یه نکته مهمی هست. نکته دوم هم باید عرض بکنم خدمت شما و این است که در تجربه این که ایران به وجود این که بی‌طرفی خودش را معرفی کرد میدان جنگ می شود، بسیار تلخ است و برای ایرانی ها هم فاجعه هست و این تجربه هم در حقیقت تأثیری داره در تحولات ناسیونالیسم ایران و ناسیونالیسم ایران در این زمان شکل میگیره و بعد از به قدرت رسیدن رضاخان و ایجاد سلسله پهلوی، این ناسیونالیسم هم میتواند در ایران کمک بکنه که تجدید بشه. به نکات بسیار جالب اشاره میکنید که متاسفانه به دلیل وقت کم برنامه نمیتونیم اونها رو باز کنیم. در نتیجه جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، ما امضای پیمان یا توافقنامه سایکس پیکو رو داشتیم بین قدرت‌های جهانی که به ایجاد مرزهایی انجامید که هنوز هم در اون مرزها ما مناقشه میبینیم. چرا؟ بله، در حقیقت می شود گفت این تقسیم بندی امپراتوری عثمانی بین فرانسوی ها و انگلیس ها در نتیجه به وجود آوردن دولت های کاملا با مرزهای کاملا مصنوعی دارد و با اون اوضاع و با این مرزهای مصنوعی اصلا خیلی سخته به این دولت‌های جدید یه هویت قوی و ثابت بدید و الان نتیجهش رو هنوز ما می‌بینیم در این اوضاع که الان در سوریه و عراق انجام میشه و اصلا ممکنه که تمام اون مرز کشیدن اصلا از بین می رود به زودی. متشکرم از شما الیور بست، استاد تاریخ مدرن خاورمیانه در دانشگاه منچستر، از استودیوی BBC در سالفورد.